محصول بهت نشون میدم و تو باید در کسری از ثانیه بگی که کاربرد این محصول چیه. وای خب 5 ثانیه فکر کنم. 5 ثانیه؟ حله. آره بابا. مشتته اصلا. آره. آماده ای؟ بریم 3 2 1. سیمو میتونی بندازی توش و ارگانایزر کابل است. نایس. اینم باز ارگانایزر کابله. نه؟ فاک. بگو. نه واقعا هیچ ایده نیست. چیه تو خدا بهم بگو چیه؟ حلقه رنگی شناسایی لیوان شیائومی. این چیه؟ برای دندونه. ولی نمیدونم دقیقاً چی کار میکنه. نه دندون نیست. نه این چیه که بهش آویزه؟ چتر آفتابی و بارانی دارای خنک کننده و مه مرطوب کننده پرودو. اوکی. این چیه؟ واقعا آیدیایی ندارم. این چیه؟ جای عود رومیزی با چوب گردوی بدو یه چیزی حدس بزن. مخلوط کن مثلا یا یه چیزی میریزی توش نمیدونم مثلا اینجوری. آره یه چیزی میریزی به آشپزخونه مربوطه نمیدونم. هواکش و آبریز مایات. آره وای از این میزنی به کله بطری یا هر چیزی. آره پرزگیر. نه نزدیک شدی. یه چیزی گیر. آفرین یه چیزی میگیره. حالا یه چیزی میگیره. ولی ناخون؟ نه قطعا. برای صورته. پاک کننده جوش سرسیاه صورت. دیدی؟ یس عالی بی‌نظیر فوق العاده. خیلی سخته خدایی اصلا معلوم نیست. تمام. آره واقعا عجیب نیستن این سری محصولات. خیلی الان چی بود جوش سرسیاه ولی حال میده. بریم برگردیم. فکت قبلا یه کمد 2 متری هم بارمون، حالا چی 10 تا تریلی نمیکشه بارمون.